مغالطه دوراهی کاذب چیست؟ برای درک بهتر دوراهی کاذب، اول باید بفهمیم دوراهی حقیقی چیست. دوراهی حقیقی زمانی رخ می‌دهد که ما مجبوریم میان دو گزینه که هر دو به یک اندازه نارضایت بخش هستند، دست به انتخاب بزنیم. اما دوراهی کاذب زمانی رخ می‌دهد که ما قانع شده باشیم فقط دو گزینه پیش رو داریم و هر دوی آن گزینه‌ها به یک اندازه نارضایت بخشند، اما در واقع بیش از دو گزینه در اختیار ماست. شما ترجیح میدی سقف بالا سرت داشته باشی یا گوشیت مثلا اپلیکیشنش فیلتر نباشه؟ کدوم؟ در این ویدیو دیدیم که فرد ما را مجبور به انتخاب از بین دو گزینه کرد، اما سوالهایی که ما باید در این شرایط خاص بپرسیم چی هستند؟ ما میتونیم بپرسیم آیا واقعاً امنیت مستلزم فیلترینگ هستش؟ آیا ما نمیتونیم همزمان امنیت و رسانه آزاد داشته باشیم؟ اما چرا این دوراهی کاذب کار میکنه؟ مردم معمولاً زمینه پذیرش دوراهی‌های کاذب رو دارن، چون بیشترشون حوصله مواجهه با پیچیدگی‌ها و تمایزهای ظریف رو ندارن. مردم عاشق حکم‌های کلی هستن، میخوان گزینه‌های پیش روشون روشن و ساده باشه. حالا چه کسانی و با چه اهدافی از این مغالطه استفاده میکنن؟ بیشتر فریبکاران ماهر از این مغالطه استفاده میکنن. اونها دوراهی‌هایی ایجاد میکنن که یکی از اونها آشکارا غیر قابل قبول و دیگری همون چیزی هستش که فرد فریبکار میخواد مردم انتخابش کنن. اونها میدونن فقط افراد کمی از مردم این دوراهی‌های کاذب رو زیر سوال میبرن و میگن اینها تنها گزینه‌های ممکن نیستند. پیج یاسین منتقد رو فالو کن تا تفکر انتقادی رو یاد بگیری.